سلام، من امروز میخوام درباره یکی از بزرگترین رازها صحبت کنیم. اصلاً چطور جهان به وجود اومد؟ خیلی از نظریه‌ها هستن از انفجار عظیم و تابش پس زمینه تا ایده‌های چند جهانی، از خلأ کوانتومی تا فرضیه‌های فلسفی و دینی. بعضیشون فکر میکنن جهان یک بار شروع شده، بعضیشون میگن چرخه‌ایه و بعضی‌ها میگن شاید ما اصلاً توی یک شبیه سازی باشیم. تو این ویدیو قراره هر کدوم از این احتمال‌ها رو ساده و قابل فهم توضیح بدیم. شواهدشون چیه؟ محدودیت‌هاشون چیه؟ و اینکه هر کدوم چه سوالاتی رو باقی میذارن. هدف ما این نیست که بهت بگم کدوم 100% درسته، بلکه اینه که بتونی خودت قضاوت کنی و از عظمت سوال لذت ببری. پس اگه آماده‌ای دکمه سابسکرایب رو بزن و بریم تو دل کیهان. شماره 1: دیدگاه‌های علمی. دیدگاه اول: حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش کل جهان از یک نقطه فوق‌العاده متراکم و داغ منفجر شد. این انفجار باعث گسترش فضا، زمان، ماده و انرژی شد. شواهد: تابشه پس زمینه کیهانی CMB، انبساط جهان، قرمزگرایی کهکشان‌ها. دیدگاه دوم: چرخه‌ای. جهان ما بی پایانه، یک بار منبسط میشه، بعد دوباره منقبض میشه و دوباره منفجر میشه، مثل یک نفس بی انتها برای کیهان. دیدگاه سوم: جهان کوانتومی. جهان از انوسانات کوانتومی خلا به وجود اومده. در فیزیک کوانتوم خلا کاملا خالی نیست. انرژی های ریز وجود دارن که ممکنه جرقه تولد جهان رو زده باشن. دیدگاه چهارم: چند جهانی. بیگ بنگ جهان ما فقط یکی از بی‌نهایت انفجار هاست. جهان ما یکی از میلیاردها جهان موازیه که قوانین متفاوتی داره. شماره 2: دیدگاه‌های فلسفی. علت نخستین: باید چیزی باشه که علت همه چیزه، ولی خودش بی علت، مثل خدا یا آگاهی برتر. جهان بی علت. بعضی فیلسوف‌ها میگن جهان بدون علت به وجود اومده، همیشه بوده یا به طور خود به خود ایجاد شده. شماره 3: دیدگاه‌های دینی و عرفانی. بیشتر ادیان، اسلام، مسیحیت، یهودیت میگن جهان رو خداوند از عدم خلق کرده. در هندوئیسم جهان چرخه‌ای بی پایانه از تولد، مرگ و تولد دوباره است. عرفان‌ها میگن جهان تجلی آگاهی یا نور نخستین است. شماره 4: احتمالات ترکیبی و جدید. جهان مثل یک شبیه سازی از این باشه ما در یک ماتریکس کیهانی زندگی میکنیم. جهان حاصل یک تصادف ریاضی باشه، قوانین ریاضی ازلی هستند و کیهان فقط یکی از نتایج اونهاست. در یک جمله: هیچ پاسخ قطعی وجود نداره، ولی احتمالهای اصلی بین بیگ بنگ، چرخه‌ای بودن، چند جهانی، علت نخستین یا حتی شبیه سازی میچرخه. خب هر کدوم از نظریه هایی که دیدیم یک پنجره به واقعیت محتمل باز میکنه. بیگ بنگ به خاطر شواهد رصدی قوی، جذاب، ایده های چرخه‌ای و کوانتومی بعضی سوال های اساسی رو باز میذارن و چند جهانی یا شبیه سازی دنیا رو در چارچوبی وسیع‌تر قرار میدن. اما حقیقت اینه که هنوز پاسخ قطعی نداریم و همین عدم قطعیت به معنی فرصت برای تعمق، سوال پرسیدن و پیشروی علمی. اگه یه نظریه یا نکته‌ای خاص توی این ویدیو به ذهنت رسید، تو کامنت ها بنویس، من واقعا کنجکاوم بدونم تو کدوم احتمال بیشتر میذاری. اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، اگه جدیدی عضو شو تا ویدیوی بعدی نگاهت به آسمون باشه و همیشه کنجکاو بمون.